درود بینندگان عالی قدر، کتاب سرچشمه علم و معرفت گنج بی‌بها بوده در رشد تفکر انسان نقشی باسزا دارد. آن به خواننده غذای معنوی بخشیده به راه درست زندگی راهنما می‌سازد. باعث خوشنودی است که با توجه سرور دولت وقتهای آخر در قطار پیشرفت دیگر ساحه‌های جمعیت به کتاب و کتابخانه نیز دقت و اعتبار مخصوص داده می شود. در نتیجه صف جوانانی که در دست کتاب گرفته با مهر مطالعه می کنند روز از روز می افزاید. گزارش ما از مرکز اخبار کتابخانه به نام پوشکینی ولایت سمرقند. من 30 سال بوده در همین کتابخانه رهبری خدمت رسانی شده کار میکنم. وظیفه ما ترغیب کتاب‌ها و یاشوی به کتابخانه جلب کردن است. باز ما با محله‌ها، با مرکزها، با هر خیلی تشکیلات‌ها با هم کار میکنیم و کتاب‌های نوی آمده استوده به بیبلیوتیک ما همونهای برده ترغیب و تشویقات میکنیم که عائله‌ای و ها کارکنانشون آمده در کتابخانه ما خودی علم خودشون را زیاده کنند. پرزیدنت ما کوشش کرده استاده اینکه حاضر یاش‌ها مولتر مطالعه کنند، دنیا قرششون وسیع‌تر کنند، زبان رو دانند، فرزندای ازبکستان و بتون دنیا مشهور شوند و مقصد ما به همه عائله ها به همه محله ها در آمده رفته همون کتابخانه ترغیب کردن است. نظر به معلومات ها هنوز سال 1911 باستانشناسی معروف ناشر و شارع دستخطهای عصری میانه شرق وسیلی ویتکین با تکلیف و دستگیری روشنفکران زمانه محمود خواجه بهبودی، سید رضا علیزاده، عبدالقادر شکوری و دیگران در شهر سمرقند نخستین کتابخانه عمومی را تشکیل نمود. در اول در کتابخانه 2000 نسخه اثرهای گوناگون ادبیات فارسی، عربی، ترکی، روسی و غیره موجود بود. بعدتر یعنی سال 1937 به مناسبت 100 سالگی وفات ادیب روس پوشکین کتابخانه نام او را گرفت. در اینجا ما نه فقط کتاب ها رو ترغیبات میکنیم، شاعر ها کتی، نویسنده ها کتی و تدبیرکار ها کتی تدبیر ها میگذرانیم، واخوری ها و از ویای پروفسیونالیسمشون من حاضره یا شبه موتیواسیون دادن هم اساسی مقصدی مهان هست. آنها کدامی که معلومات نخواهند در همش مهان جواب داده میتوانیم. اگر که وقتی که در مرکز ما نباشد با الکترون وریانتش مهان از دیگر ولایت ها از دیگر ریسپوبلیکا ها و یا به درکاری معلومات تیز و ثمره‌ناک کده داده استوده. برحق کتاب آینی به خودخواسی حیات انسان است. کتاب را با مهر مطالعه نمودن، دوست داشتن، درک نمودن احساسی عجیب است. برای شخص کتابخوان عیناً با مطالعه عالمی معنوی انسان تشکل یافته جهانبینیش وسیع می‌گردد. در عین حال در جیوان‌های مرکزی اخبار کتابخانه ولایت سمرقند 649,639 نسخه ادبیاتی به 43 زبان‌های جهان انتشار یافته موجود بوده. از آنها دلباختگان کلام بده به یگان مانع استفاده می‌برند. در آثارخانه ما تشریف جوانان بسیار شدگی آنها نه تنها عنعنوی کتابخانه بلکه به الکترون رسورس های هم مراجعت میکنند و تحلیل آن را میبرند که در الکترون رسورس ها ورق زده خواندن به نگاه کردن به کتابخانه با آمده یا که کتاب را خرید کرده کتاب را مطالعه کردن را دوست میدارند، چون که برای کتاب را خواندن آن را ورق میزنند. هر یک کتاب را ورق زدن به دیدش میشد و کتاب‌های خواندن و خیالاً به همون اثرها سیر میکنند. ما از این خیلی خرسندیم. باید گفت که به کتاب همه پیر و جوان، آموزگار و شفاکار و صاحبکار و حتی پیشخدمت و کارمندان عادی هم ضرورت را حس میکنند. برای دانش مکمل گرفتن کتابخوان باید اثرهای بهترین را
انتخاب کردنش لازم. سروناز دانشجوی شعبه زبان عربی دانشکده دولتی زبانهای خارجی سمرقند بوده، یکی از مزاجان دائمی کتابخانه به شمار می رود. این دخترک که اساساً با آموزش زبان خارجی سر و کار دارد، در مرکز او توانسته است توسط آنلاین با بسیار کتابخانه های جهان از قبیل عربستان، هندوستان، ایران و فرانسه، امریکا و روسیه و غیره رابطه پیدا نموده به معلومات های ضروری صاحب گردد. من خیلی وقتم به اینجا با عمده درس میکنم. اینجا شرایطش جدایم زور. خوختگی کتابم هست. اینجا تینج. مهم به مالو درسمون کنیم مشود. اینجا با طلبا شده حمل چونکی شرایطش شده نقص. اینجا با اساساً بدی کتابا هست. سوین درس لیگ علمی کتابا هست. هر یک تا تلبه اساس لنگان بولموش هست. انگلیس تل، فرانسوز تل، اسپان تل، حتی عرب تل کتابوش هم من مولتر دتکتیو کتابو میخونم. حاضر به من قزل اجدر خو گفتگی کتاب سرکدگی من. کتابداری یا خود کار در کتابخانه در قطار دیگر کسب و مشغولیت‌های فرهنگی و معرفی یکی از کسب‌های پر افتخار، مسئولیتناک و در عین زمان پرشرف به حساب می‌رود. زیرا کارمند کتابخانه یا خود کتابدار بودن مثل کسب آموزگاری با معرفت، خردورزی، دانش اندوزی و مسئله امروز و فرد درخشانی بشریت مسئول است. من اینجا با یک سال بازا عمده میستم وقتای خادم با. اینجا با من خواسته کتابو ما یافته میتونم. من ملتق بدی کتاب میخونم. هم با اینجا با هر خیلی بدی کتابو یکلا. آدم کتاب خونه دیگر جهان بینش وسیع میشد. علمش زیاد میشد. برای همین همه یا شبا مصلحت میتیم ملتق کتابو خونم. در کتابخانه در بین دوستداران کتاب آزمون‌های گوناگون و ویکتورین‌ها برگزار می‌گردد. در راه ترغیب وسیع کتابخوانی، معرفی کتاب‌ها با شاعران و نویسندگان محلی، واخوری و ملاقات‌های زیاد گذرانده می‌شود. همه این جریان‌های میباشد که برای سری وقت و ثمرناک عملی نمودن وظیفه‌های معین کرده راهبر دولت انجام داده می‌شوند. در طرفخانه تاجک کروتاب شهر تاشکند رونمای کتاب دریادلی روزنامه‌نگار شایسته ازبکستان معروف آتاخانزاده و شاعر نادره آتاخانووا با اشتراک اهل ادب و فرهنگ ازبکستان و تاجیکستان برگزار گردید. کتاب از جانب نشرات مهارت شهر سمرقند به نشر رسیده است و زندگی و فعالیت صاحبکار، فرهنگ دوست و خیرخواه مراد مقصودوف بخشیده شده است. بسیار روزی فیروز خوشایند است که کتاب تاجیکی در ازبکستان نشر شده در پایتخت ازبکستان رونمایی می شود. رفیقایی که جمع آمدند و از این کتاب مثلا با مهر گرفته مثلا تقسیم کرده گرفتن، من بسیار امضا پرسیدند، خرسند. از آن خرسندم که زبان تاجیکی، معنویت تاجیک بهتر، جانناکتر شده ایستاده است. باز امید میکنم که رنگین کمان روشنتر رونما شود. روشنی انداختن هر یک معرفت دوست دریا دل سخاوت پیشه شدنش در کار. انا در همون وقت معنویت ما بالا میگیرد. موفق باشیدون همزبانان عزیز. در مراسم رونمایی این کتاب اعضایان مرکز ملی فرهنگی تاجیکان شهر تاشکند آریانا، کارمندان روزنامه آواز تاجیک، عالمان، ادیبان و روزنامه‌نگاران شرکت ورزیدند. این کتاب را میتوان به 3 تقسیم کرد. یعنی یکی از جنبه‌های آن علمی را تشکیل میکند، دیگری بدیعی و قسمت سوم پوبلیسیستی را. یعنی آنچنان هم این کتاب خواندن باب است به آن معنی که
خیلی هم قهرمان این کتاب کشاده و آشکار کرده داده شده است. مرادکه را ما واقعا همچون یک شخصیتی از این کتاب میشناسیم که خدمت‌های خیلی زیادشان به این خلق و به این وطن و به آدمان علاهیده رسیده است. باز یک جنبه بسیار مهم این کتاب را من در آن دیدم که یعنی وقتی نوشتن هم از شعرهای بسیار خوب ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک مورد استفاده یعنی قرار داده‌اند، گذشته از این آنگونه مقال و ضرب المثل های استفاده شده است در این کتاب که واقعا هم این حسنی این کتاب را باز هم افزوده‌اند. من برای اشتراک در این انجمنی که با معرفی کتاب دریادل استاد معروف آتاخانزاده و دختری آن کس نادران آتاخانزاده بخشیده شد، از آن خیلی هم خرسند و خوشحال هستم، چون که بعد خواندن آن که راستی گپ در 2-3 شب آن را خوانده تمام کردم، به آن نتیجه رسیدم که چنین شخصیت ها باید تعریف شوند، توصیف شوند تا دیگرها از این کسها عبرت آموزند، مثل آنها شدن در دل خود پرورند، مثل همین گونه شخصا شدن آرزو کنند و اگر بتوانند یعنی انا همین خیر شخصی یک شوند که هم احسان کنند، یک مرد سخاوت پیشه شوند، برای گویم ترغیب و تشویق زبان و ادب و فرهنگ گویم جان‌نثاری کنند. این از نقطه نظر گویم آدمیت هم خیلی هم موافق افتاده است قهرمان این کتاب و من شیفته این کتاب و قهرمان این کتاب شدم. با دستگیری مالیوی این صاحبکاری معروف 10 کتاب ایجاد قانون تاجیک به نشر رسیده، کتابخانه‌های مکتب‌های تاجیکی نیز با ادبیات تازه غنی گردانده شده است. Bu kitobni o'zbek tiliga tarjima qilish sharafiga noil bo'lganimdan men juda xursandman. O'zim uchun bir saxovatpesha, iymonli, e'tiqodli va halol mehnati bilan hurmat va ehtirom qozongan insonni kashf etdim. Bu qalbi daryo inson bilan yaqinda tanishib, men shu narsaga amin bo'ldimki, yaxshi insonlarning hayoti hamisha ibrat maktabi bo'lib xizmat qiladi. Bu insonni biz mehnatsevarlik, iymon, e'tiqod darsxonasi desak xato qilmaymiz. Qolaversa, biz o'zbek va tojik xalqlarining do'stligi haqida ko'p gapiramiz. Mana Abdurahmon Jomiy va Navoiy do'stligi, G'afur G'ulom va Mirzo Tursunzoda do'stligi, Murodjon Hoji aka Maqsudov ham mana shu ikki xalq o'rtasidagi do'stlikni eng yaxshi an'analarini, eng yaxshi udumlarini hozirgi kunda davom ettirayotgan ajoyib insonlardan. Va men istardimki mana bu kitobning o'sha Daryodil, ya'ni qalbi daryo inson kitobining ko'ngillarga safari xayrli va bardavom bo'lsin. واقعاً مراد مقصودov از جمله شخصیت‌های کم نظیری است که با اخلاص و صمیمیت برای رشد و رواج زبان، ادبیات و فرهنگ ملی سهمی به اندازه می‌گذارد. او پشتبان فرهنگ و ادبیات تاجیک، همزمان پیوندگر دوستی دو خلق بزرگ تاجیک و ازبک میباشد. درباره این شخصی بسیار عزیز و مهربان کمینه کمترین هم در همین کتاب نوشته دارم با نام فلسفه حیات که درباره حیات این کس، درباره نیکی‌های این کس، درباره سخاوت و دستگشادی این کس حکایه میکند. این چرخ ز روز ازل ایوان صفانه است، این دهر از اول محلی مهر و وفانه است. چون مولوی ما نیز بسا تجربه کردیم، یک یاری ز منتی در داری فنانه است. آنه که به درماندگی آید پی درمان، از غیر خدا یا بجز از مرد خدا نیست.
در صورت و سیرت به یقین مرد خدایی، در آن و در اینت اثر از جرم و خطا نیست. لطف و کرم کز تو رسیده است به یاران، الا به روایات و حدیث ز سخا نیست. نامد به زبان نرود جز به نکویی، یعنی که ز تو غیر سخنی خوب روان است. تا هستی و باشی و تا بوده و باشیم، شکرانت اندر لب ما حرف جدا نیست. ای انس و حبیبی همگاه و دم پیمان، خوش باش تو را همتم از غیر دعا نیست. به مبالغه کتابی دریادل را میتوان گفت زندگی نامه یا که کارنامه مرد صاحبکار و عالی همت مراد مقصودوف نامید. در این کتاب که در واقع به مناسبت 80 سالگی مراد حاجی به طب رسیده است، مقاله های خواندنی فراوان می باشد. بیشک زندگی نامی مراد مقصودوف نمونی عبرت و سزاواری ارجگذاری والا است. این صاحبکار نامی از جمله تاجرانی انگشت شمار است که پیشرفت زبان و ادبیات و فرهنگ ملی را از هر گونه سرمایه اولا می شمارد. خدا حافظ. تاجیکستان o'g'lidir man o'zbekim gufta pisar rost go'yam har kadomi sevgilimdir jon qadar ona deb aytsam birovin bittasi menga padar هم کدو چشمی سیاهم یکی خلقم معتبر مهر یادش در وجودم پرلگن شمس و قمر از قدیم تاجیک و özbek et bilen tırnak yürür Kan qarindoshlik shiorish qo'lida bayroq yürür Bir-birini mehmonga chorlab yo'lida mushtoq yürür طاقتی هجران ندارد وصلیگه چنقاق یürür اشب دوستlik هر قدمده bir güsi فتح و zafer با چراغی دوستی parlaq ko'rar man yo'llaring ham qadam hamdam sarafroz anglagay man ellaring man zaboni modari guftam ularning tillaring Ne üçün kim daima vabasta binam dillerin Kuylasan vasfin tilimde tam güsi şehd-ü şeker ki başımda quyosh porlar labinat hiç zavol
بختکارlik بابیده اهلی جهان را ساخلال İki tilde sılleguvchi bir elim yabad kemal Hizmeteş ra az dilü can mi kınet ölmez cemal Cüre bigem behtiyardır lehze şad etse eğer Hizmeteş ra az dilü can mi kınet ölmez cemal Cüre bigem behtiyardır lehze şad etse eğer